وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در 3 روز اخیر بر اثر 4 صدمه در جنوب جمهوری دست کم 5 نفر از جمله پدر و پسر جان دادند. شام 8 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 19:30 راننده ماشین تمغه مازدا شیرالیف محمد سعید سال تولدش 1985 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از شهر بختر به سمت نویه بلخی در شورای جماعت دیوت نواباد امین نویه از عهده اداره وسطای نقلیات نبر آمده پیادهگرد محمد نظر و نصیبه سال تولدش 1992 ساکن نویه کوشانیان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد محمد نظر و در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شام 7 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 02:00 راننده ماشین تمغه دولان محمد غیور سال تولدش 1994 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در شورای دوشنبه کلوب در حدود جماعت دیوت دوکونی در نزدیکی گردش شهر نورک از عهده اداره وسطای نقلیات نبر آمده ماشینش را به چقوری 3 متر چپه کرده است. در نتیجه راننده محمد غیور و پسر خردسالش پیرزاده یاسین محمدی سال تولدش 2016 در جای حادثه به هلاکت رسیدند. صبح 7 آگوست سال 2024 تقریباً بین ساعت 6 به 7 راننده یک ماشین نامعلوم هنگام حرکت از نویه قبادیان به سمت شهر بختر در حدود جماعت دهقان‌آباد نویه دوستی از عهده اداره کردن وسطای نقلیات نبر آمده پیادهگرد میرزا شریپوف جورابک سال تولدش 1973 ساکن نویه بلخی را پخش نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه پیادهگرد میرزا شریپوف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا راننده ماشین تمغه اوپل استرا ارون شهزاد سال تولدش 2000 ساکن نویه مذکور دستگیر کرده شد. شب 6 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 22:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا بوتروف قدرت الله سال تولدش 1997 ساکن نویه کوشانیان هنگام حرکت از سمت نویه دنغره به سمت شهر بختر در کنار شهر لیوکانت از عهده اداره وسطای نقلیات نبر آمده ماشینش را به چقوری 15 متر چپه کرده است. در نتیجه مسافر اوپل سعید محمد موسی سال تولدش 1999 ساکن نویه کوشانیان در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.